سلام دوستان عزیز، با برنامه ریکاوری عکس‌های پاک شده در خدمتتون هستم. این برنامه خیلی قدرتمند، قوی و پیشرفته هستش. میاد تمامی محتوای داخلی و حافظه SD کارت شما رو اسکن میکنه و هر عکسی که پاک شده و یا حذف شده باشه رو ریکاوری میکنه. کارکرد این برنامه رو با همدیگه ملاحظه میکنیم. روی دکمه شروع ریکاوری کلیک میکنم. برنامه شروع میکنه به ریکاوری گوشی و فایل های حذف شده. تمامی عکس هایی که در گوشی شما حذف شده باشن و قابلیت بازیابی و ریکاوری داشته باشن رو این برنامه پیدا میکنه و برای شما میاره و بعد از اون هم میتونین خیلی راحت با 2 کلیک عکس ها رو بازیابی بکنین. همونطور که ملاحظه میکنین برنامه در حال بازیابی هستش و با سرعت خیلی زیادی تمامی فایل هایی که مربوط به خود گالری گوشیتون باشه یا مربوط به شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و یا تلگرام باشن رو برنامه شروع میکنه به ریکاوری و اون فایل ها رو پیدا میکنه و برای شما بازیابی میکنه. خب تموم شد و لیست زیادی از عکسایی که در گوشی من بوده و پاک شدن و یا از بین رفتن رو این برنامه بازیابی کرده و بنده میتونم با کلیک روی این عکس ها دوباره اونها رو بازیابی بکنم. مثلا این عکس رو انتخاب میکنم یا این عکس، روی دکمه بازیابی این گوشه کلیک میکنم و عکس ها بازیابی شدن. الان کافیه برم توی قسمت ریکاوری شده ها و در این قسمت عکس های بازیابی شده برای من قرار دارن. همچنین در گالری گوشیتون این عکس ها ذخیره میشه و شما میتونین از گالری گوشیتون هم به این عکس ها دوباره دسترسی داشته باشین و از اونها استفاده بکنین. حتما از امکانات این برنامه استفاده بکنین و امیدوارم بتونین با این برنامه عکس های حذف شده یا پاک شده تون رو دوباره به دست بیارین. خیلی ممنونم از توجهتون.